3 تا مطلبم بهتون یاد بدم، هر سه‌ش هم حدیث داره. یکی امام صادق فرمود نام امام حسین رو شنیدید 3 مرتبه بگید صلی الله علیک یا ابا عبد. تا آخر محرم و صفر 2 ماه بگید صبح به صبح. دوم فرمود نام اصحاب امام حسین رو شنید. ما رو منبر گفتیم بریر، زهیر. فرمود بگید یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اون اولی رو اگه گفتید میشید زائر امام حسین. اون دومی رو اگر گفتید فرمود میشید جزو شهدای کربلا. و سوم فرمود مرتب بگید لعن الله قاتلی که یا ابا عبدالله. یعنی 3 محور رو تو کربلا ما یاد دادن. با امام حسین صلی الله، با اصحاب یا لیتنی، با قاتل اسم یزید میاد، شمر میاد، لعن الله قاتلی که یا ابا عبدالله.